سلام همه بچه‌ها. خب من الان خونه اومدم بیرون و داریم میریم واسه موزیک ویدیو نازلی. امیدوارم دوستش داشته باشین. داریم سمت استودیو دیگه. سعی میکنم مراحل پشت صحنه این کار رو همینجوری تیکه تیکه ویدیو بگیرم و بذارم و با هم ببینیم که یه ویدیو، یعنی یه موزیک ویدیو چه سختیایی داره درست کردنش. این هم استودیوییه که قرار امروز توش تصویربرداری انجام بدیم. موزیک داستانش اینطوریه که یه دختریه که برای فانتزیاشو موقعی که داره تو تاکسی برمیگرده ساعت 4 شب از کلاب بخونه، تو ذهنش داره با خودش مرور میکنه. بعد تهش هم میگه فانتزی و اینا. کجا؟ نسبت به رنگایی که داریم تو صورتش میدیم یه اتفاقی براش میفته. این آسمونه. نه فیلترش با چشم دیده میشه. میدونی چیه؟ فیلتر دستگاه خیلی زیاده. مثلا با چشم الان بیاین نگاه کنی، یک قفلی بزنی یه لحظه پر کارو میبینی توش. راستی گریزمو بذارم الان یا نه؟ گریز الان بذار. باحال میشه؟ مرسی از باتوهان که برای من اینا رو کاستم دیزاین کرده. لابد دارم زیاد. برو بریم سر شوتینگ. برای اینجا بخون. زوم بکش کن تا آخر. بخون همین. خب بذار چشمش هم بگیرم راستی تا ماکرو هست. چشمت هم فقط بمون. تو تکون نخور، دوربین به احتمال زیاد تکون میخوره. تو اون ور نگاه، اصلا به دوربین من نگاه نکن. روری تو سرتو تکون بده که دوربین. حالا اگه بشه اینو برگردونید رنگش هم من ببینم، بتونم تصور کنم. اوکی فهمیدم. تیره میدونی؟ فهمیدم. خیلی چون نمیتونیم از اون شبا بزنیم به یه فضای. آره نه اوکی الان فهمیدم. من دیدم فهمیدم. اوکی روشن‌ترین جامون رو یکی می‌بینیم بالا و سر میز. حاضر؟ دوربین هم داشته باش. همینو داری. نگاه کن آنجا. نهایتی دخترم نه میبینم. آره هیچی نشده. هیچ صدای بدی. نگاه اینجا اصلا وقت نمی‌کنیم. میگه تراویپ هی میخوره تو صورتت. هی زن بالا بیای اینجا یه کام میگیری که این پشت سرت خودش پر دوده. این دوده از دهنت هم در میاد. میگه هی زن بالا. آره یکم کاپشن رو بازتر کن بخونه. اینو دیدی؟ نگاه اینو دوست دارم. از یه دفعه دیوونه نگاه می‌کنی بعد میخندی دوباره میخونی. اونه خیلی تو دو پارت دو. بره تو وان پرژن رفت بورد. باش. بریم. اوکی. بعدن یه باید اون موبینا پات باشه. به جز اون کسی نمیشه. پامه. خوبه. آره این خیلی خوبه. وایسا. رکورد. وسط‌تر خودتون رو گردر. آفرین. میگه سایکو
همین کارو میخوام بکنم. همین کارو میخوام. اونو بگیریم کورنافی بگیریم بغلش من دیگه. تا بالا. خب برو عقب‌تر آده. برو عقب‌تر. من 2 تا فورزای دیگه میتونم برات بذارم اونجا بیا بالا بیا بالا. ما یه بخش این تایم رو امروز گذاشتیم خانم محسیما فقط. ببینمت. می‌بینیش؟ اینو ببین. در موردش میخوای توضیح بدی؟ در موردش توضیح میدم ولی الان دایرکتورم بیا اینجا بله. سختم میشه دیگه. سخت میشه آره، نه؟ سختم میشه از این مواد که راحت اینجا برشت میخوام بزنم خیلی بالا همه تمیزتر برش بخوره که اونها پشت رد میشه. بعد این یه بارم اینو میخونی. نگاه تکست ندارم. اینجا رو نگاه کن نزدیک. نگاه یه دونه اینه. یه دونه هم نزدیک اینو میخونی. تکست ندارم. کار آره. خب اینو میریم. بیا توافمون میرسه اینجاها. یکم این اینور. 1 2 3 بیا. برو. برو. برای 10 ثانیه خیلی خفن. برای دیگه بیشترش نمیخوام. اون تصویرا میدونی چی میگم؟ نگاه. یه حالت نور خونه داشته آره دقیقاً همینه. ببینم روبروتو نگاه روبروتو. عالی. زیر چشاشو بعد میگیری درست میکنی. نه نور عمود تو سرت بالا. انگار برو میبریم پشتت قایم میکنیم پروژکتور رو. خب روی مبل نشستی پشت تیوی داره چیزی پخش میکنه. این کارم میکنم. اوکی. مشتبه چطور پیش میره؟ زیباست. همه چی اوکی خدا رو شکر. همه چی خوبه دیگه. کاراش شده. واقعا کار در اومد. کار در جمع‌ترین حالت ممکنه واقعا. خب آره همین بیشتر. چطور پیش میره؟ آخراشیم درسته؟ آخرین پلن موزیک ویدیویی. آخرین پلنه. خوب تصویر برداری موزیک ویدیو فرنچکیس نازیم. ببینیم اینجا بچه‌ها دارن چیکار میکنن. من دوربین تو ستاپ میکنیم. این واسه اون شاتیه که شما تو موزیک ویدیو دیدین. نازی سرش به شیشه تکیه داده و میخونه. جمال داره ستاپ میکنه. 20 میخوای چی؟ آره 20 هم آرتیست در حال صحبت کردن که آیا بلوتوث دارن یا نه.